گفته شد که سال 2024 برای قبول دانشجویان و مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات عالی کسبی توسط امتحان‌های مرکزی داخل شوی طبق نقشه قبول دانشجویان 64219 جای جدا گردیده است که آن نسبت به همین نشان دهنده سال 2023 4615 جای کم است. از شماره جای‌های طبق نقشه قبول دانشجویان و دانشگاه دانشکده‌ها جدا گردیده 11755 جای برای تحصیل رایگان و 52464 جای برای تحصیل پولکی است. شماره جای‌هایی که طبق نقشه در سال 2024 برای قبول دانشجویان در زمینه تحصیلات میانه عمومی یعنی صنف 11 توسط امتحان‌های مرکزی داخل شوی و مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه کسبی جدا گردیده است 31945 جا را تشکیل داد که آن نسبت به همین نشان دهنده سال 2023 5037 تا کم است. از شماره جای‌های طبق نقشه قبول دانشجویان و کالج‌ها در زمینه تحصیلات میانه عمومی جدا گردیده 5655 تا برای تحصیل رایگان و 26290 تا برای تحصیل پولکی است. در مجموع برای قبول دانشجویان به کالج‌ها و دانشگاه و دانشکده‌ها در زمینه تحصیلات میانه عمومی ابتدایی و میانه کسبی طبق نقشه در سال 2024 96164 جای جدا گردیده است که از آن 17410 تا برای تحصیل رایگان و 78754 جای برای تحصیل پولکی پیش بینی شده است. مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مقصد شفاف، دسترس و آزاد برگزار نمودن به قیدگیری داوطلبان برای اشتراک در امتحان‌های مرکزی داخل شوی 2024 طبق فرمایش وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان در 59 شهر و ناحیه جمهوری از جمله در 43 شهر و ناحیه 47 نقطه دومی به قیدگیری و در 16 شهر و ناحیه دیگر نقطه‌های سیاری به قیدگیری تشکیل کرد که در آنها استفاده 154 ایستگاه کاری به نقشه گرفته شد. موافق معلومات آماری در دوره یکمی به قیدگیری از 1 مارس تا 2 می برای اشتراک در امتحان‌های مرکزی داخل شوی 2024 همگی 78231 داوطلب دارای تحصیلات میانه عمومی یعنی صنف 11 ابتدایی و میانه کسبی از قید گذشتند. همزمان شماره داوطلبان دارای تحصیلات عمومی اساسی یعنی صنف 9 در زمینه اساسی به قیدگیری از 1 مارس تا 2 می نامنویس شده به 17058 نفر برابر است.